رفتم که براتون ویدیو نفرستم، ولی یه سری چیزا رو میبینم که برام خیلی عجیبه. دوستان ببینیم، منم سریع توضیح میدم که ویدیو پرحجم نشه. لطفا گوش بدین. ببین بچه ها، ما این عرض حرکتی هایی که با نارنجی کشیدم وسطشون هم نقطه داره، یعنی نصف حرکت، درسته؟ بریم تو 30 دقیقه. همین امروز لگ 1 لگ 2 اندازه لگ 2 حرکت میکنه و برمیگرده. حالا چرا اینجوری حرکت کرد؟ ببین ما دیروز حرکت شارپی داشتیم به سمت بالا که یه لگ 2 لگ دقیقا اندازه هم 50% میشه این خط، روی این خط بازی میکنه اینجا تصمیم میگیره که این خط رو بشونه. حالا بهتون میگم چرا میتونه بشکنم، توی تایم فریم پوینتر نشون میده به ما، ولی اینو میشکنه، یه لگشو همراه میکنه، 2 لگشو تا 50 تا حرکت اصلی میاد و الان چون لگ 2 رو تموم کرده یه حمایت موقتی شده برمیگرده. حالا دقیقا نگاه کنه این چرا. حالا به اینجا نگاه کنین، این حرکت از اینجا تا اینجا 100% حرکت، 50% وای میسته. خب دقیقا نگاه کن، این 100% حرکته. خب یعنی یه لگ میسازه، یه لگ دیگه هم میسازه، میاد بالاش رو 50%ش منطقه تصمیم گیریه، اینو میشونه با این کندل اینو میشونه و دقیقا با 50% دیگه برمیگرده. حالا ببین اینجا باید میگم تکرار داره میشه فقط، این خیلی برای من عجیبه. این روز ما، حالا بیا از این روز توضیح بدم، هر روز میرم عقب همونه. یه چیزی جالب میخوام بگم، ما اینجا یه حرکت داشتیم، یه حرکت شارپ داشتیم از این پایین تا بالا، از اینجا ریخت. بذار من این ویدیو رو گوش بدین دیگه، یه ویدیو ایراد نداره، طولانی شد، من سعی میکنم سریعتر بشه. از اینجا ریخت، از روی سلش رو ببینید، از اینجا ریخت تا اینجا. خب 50%ش میشه کجا؟ میشه این نقطه‌ای که هست، این نقطه‌ای که هست، این 50%ش میاد اینجا بازی میکنه بالای 50% میمونه دقیقا تا آخر میره. حالا تا آخر رفتش منطقه تصمیم گیریه کل لیدر، حالا برمیگرده دقیقا یکی تا اینجا تمام میکنه. و این چیزی که برای من خیلی عجیب بود که تازه فهمیدم، این لگ 2 هم دقیقا اندازه همین میسازه. بذار من اینو کپی کنم، این کپی، ببینین تا کجا میاد، دقیق تا اینجا. ببین از اینجا بخوام مویی بکشم دقیقا اندازه این عرض حرکتی حرکت میکنه و برمیگرده. واقعا عجیبه، واقعا داره یه خورده ترسناک میشه برام، انقدر که عجیبه و دوست داشتم اینو باهاتون اشتراک بذارم. همینا رو هر روز تکرار میشه، 50%ش برمیگرده. اینجا رو ببینید تا 50% برمیگرده. بذار اینو قشنگ بکشم، اینجا تا 50% با شادو نمیتونه و برمیگرده تا 90 تا 100% اصلی. دقیقا این 50%ش میشه اینجا. خلاصه که آره، واقعا آره. حالا انا اینجا رو ببین، 50% این حرکت میشه اینجا رو چجوری با شادو میبینه؟ تو رو قرآن نگاه کنین، ببین این از اینجا تا اینجا رفته، میاد اینجا با شادو 50% رو میبینه، تصمیم میگیره که بالاش ببینه، بالا میره. حالا فکر کنم باز اینم تا این 50% اندازه اینم فکر کنم اندازه همینه، این لگ حرکتیه. ببینم بالای 50% میشه اینجا که سقف 50% بود، بالای خطابی. نگاه کنین دیگه، واقعا من داره پشمام یکی میریزه، اصلا برام عادی نیست، واقعا برام یه سری چیز عادی نیست.
و نمیدونم الان اینو چجور رو چارت اجراش کنم، چون تازه دارم به این چیز پی میبرم. نیاز به طرز عجیبی بک تست گرفتن و آشنایی با چارت داره. بریم 10 روز عقب‌تر مثلا، ببینم میشه یه بار دیگه توضیح داد. مثلا اینجا ما یه حرکت از اینجا تا اینجا داریم، درسته؟ از دقیقا باید کجا بکشم؟ درسته دیگه، پایین ترم بکشی. مثلا از کجا شروع کنم؟ از اینجا. ببین تو رو خدا، این تو تای فریم پوینتر یه حمایت موقتیه که از اینجا میاد و بر میگرده، 50% رو میبینه بر میگرده، دوباره تصمیم میگیره ببینه، زیرش نمیمونه و دقیقا تو اون حرکت رو انجام میده. ببین با اینکه بعضی ما شاید اون قدم قشنگ نباشه، ولی باز اون حرکتی که میخوایی داره. بیا اینجا، باید خودش رو تو اینجا نشون بده. این 100% حرکت، 50%ش میشه اینجا. جان و ناموست. ببین تو رو خدا، بالای 50 حرکت بمونه، یعنی اینجا رو هم میبینه احتمالا. دقیقا اومد انا. دیدین؟ 50% دید، برگشت تا این نقطه. یه سطح حمایتی بود که اینجا خط بکشیدم، برگشت به سمت بالا، بالای 50% موند و دقیقا اومد اول حرکت و بعد تصمیم گرفت بریزه. حالا تا کجا ریخت؟ از این حرکت تا اینجا 50%ش، 50% اومد بالا موند و بعد تصمیم گرفت بریزه. من میگم داره به طرز عجیبی ترسناک عمل میکنه، جون میده برای حرکت های شارپ. مرسی. بک تست میگیرم، 1 سال بک تست میگیرم آجی. دیوانوار این داره بهم تیپس میده. فقط نمیدونم، دوست دارم نظرتون رو بدونم اینکه چی جوری ازش استفاده کنیم. واقعا به نظر من میتونه یه استراتژی برتر باشه. تو طلا که داره کار میکنه، تو داو داره کار میکنه، داره ریواردهای عجیب غریب میده، سوینگای به شدت بالا. این فاست اسکلپ نیست، یه عرض حرکتی های عجیب و غریبه. بیا اینجا رو ببینیم میشه یا نه. این عرض حرکتی از اینجا ریخته، از اون روز حساب کنیم یه ریزش تا اینجا داریم. نگاه کن از اینجا ریخته اومده تا 50%، تصمیم میگرفته 50% رو ببینه و بعد بریزه. دقیقا میریزه رو 50% میمونه. وقتی بالاش بازی میکنه بالای 50%، یعنی باید اینو ببینه. حالا تو یه روز اول فصل احمد آقا موین، نظر چیکار کنیم راجع به بچه ها؟ این میتونه به ما کمک کنه بچه ها. من هی دارم میام عقب، هیچ ایده ای ندارم و هی اجرا میشه. این خیلی عجیبه. 1 لیک 2 لیک 50%، 1 لیک 2 لیک 50%، 1 لیک 2 لیک 50%. نگاه کن از اینجا تا اینجا. ببین این امروز این خبر NFP بوده، آخر هر ماه 31. واسه همین کاری که میکنه عجیب غریبه، یعنی زیاد بر چیز نداره. ولی دقیقا اگه اینو یه چیز در نظر بگیری، روی این 50% مونده، بالاش مونده با شادو. نگاه کن، اگه میخوایم بگیم فیلد اینجا نیست، اینجا با شادو میاد، اینجا توی تایم فریم پایینتر قشنگ مشخص این شادو، یعنی هی میاد بر میگره و باز بالاش بازی میکنه تا اینو ببینه. مرسی بچه، امیدوارم همه تون تو اینو بک تست بگیرین. حس میکنم من تو داو جونزشو
قول میدم 2-3 ماشو بک تست بگیرم و ویدیوشو بذارم تو گروه. حالا یه خورده طول میکشه دیدنش، ولی ببینید دیگه، 2x بذاریم ببینید میصرفه. بعد امیدوارم موین بری تو کار بک تست همین توی طلا. احمد آقا شما نظرتو بگو، دیدگاهتو بگو، چجوری ازش استفاده. من فقط دیدگاهمو گرفتم، استفاده کردن رو نمیدونم، چون اصلا تا الان فصل اسکلپ کار میکردم، نمیدونم باید روی این چی کار کنم. دوستم نظراتونو بدونم. مرسی، خداحافظ.